شروع کنم. واقعا باید از کدام شروع کنم؟ از کدام دولت؟ از دولتی که بودجه دولتی بخش صنعت و معدنش در استان کرمان 324 برابر 4 استان آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل از انظام بود. تعصب نکنید. دولت آقای هاشمی، از دولت سید اصلاحات که از 2000 پروژه ملی یکی از آنها را هم حق آذربایجان ندید. از دولت آقای احمدی نژاد که سهام عدالتش فقط نصیب استان اصفهان شد. از دولت حاضر آقای روحانی که به دروغ قول اجرایی شدن اصل 15 قانون اساسی را دارد. دولتی که به جای عملی کردن قولش مبنی بر ایجاد فرهنگستان زبان ترکی با ساخت بنای کاملا بیکار کرد، سعی در شیعه مانیدن بر سر ما ترک‌ها دارد. آیا باید از دروغ‌ها بگویم؟ از بی‌اعتنایی مرکز به بلایای وارده بر آذربایجان، از اینکه خون مردگان پلاسکو رنگین‌تر بود، از اینکه شبکه خبر صدا و سیمای بظاهر ملی با وجود دامدار بودن آذربایجان تحلیل سینمای هالیوود را مهمتر تشخیص داد. از دانشگاه رو بگویم که 10 سال از سامون آذربایجان شناسی را به بهانه شرایط حساس منطقی نمی‌دهد. شاید باید از رضاخان شروع کنم. بله، به نظرم باید از رضاخان شروع کنم. از تمامیت خواهی که او پایه‌گذارش بود. از تفکر انگلوار فاشیستی که 100 سال از چون خوری به جان و مال اقوام غیر فارس در ایران افتاده است. از اصول ثابتی که در آذربایجان با وجود اصلاحات مکرر هیچ تغییری نکرده است. اصولی که از موی سر دختران می‌پرسد و با ماتم ظالم است پیروز در مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری حامیان دولت حاضر از توسعه فرهنگی و اجتماعی میگفتند، از کسانی که به سفارتخانه ها حمله کردند گلایه میکردند، میگفتند ما که از دیوار سفارتخانه به بالا نرفتیم، میگفتند توسعه فرهنگی مقدم بر هر نوع توسعه‌ای است، میگفتند ما از سرمایه اجتماعی حمایت میکنیم و خواهیم کرد. واقعا عجیب است. شاید نمیدانند یا شاید میدانند صلاح آقای عزیز، شاید شما از دیوار سفارت عربستان بالا نرفته باشید، ولی از دیوار اعتماد آذربایجان بالا رفتید. از بانیان نسل‌کشی فرهنگی میلیون‌ها غیر فارس هستیم. آیا فریاد هارای من ترکم را نمی‌شنوید؟ به زبان مادریش میگوید. اگر متوجه نیستید من به شما میگویم. بله، شما و تمام دوستان مرکز نشینتان شریک جرم هستید، ولی اشتباه نکنید. هدف از جنایی نیست، هدف درخواست آزادی است. چون آذربایجان آذربایجانی که انقلاب مشروطه و قیام شیخ محمد خیابانی و میر جعفر پیشوری را در کارنامه خود دارد به هیچ مقامی نیست. اگر نیازی باشد برای تاریخ خودش خود وارد عمل شدن، از اصولی تبعیت میکند که کاملا از اصول مرکز جدا و کاری با مقدمان اسلامی جدید ندارد. آقای درگاهی خواهش میکنم. خیلی ممنونم از حضورتون در تریبون. تشویقش میکنم دوستتون رو.